فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که سلام علیکم السلام، در پیش ما علما فتوا دادن مثلا کسی که 12 میلیون در بانک داره باید نفری 40,000 تومان زکات فطریه بده و 2 کفاره. این سال اولشون بود، آیا همچین چیزی ثابت است؟ در شریعت اسلامی به صورت کلی در هیچ کدام از احکامی که الله متعال بیان کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله اونها رو برای ما به تفصیل بیان کرده تفاوتی در میان غنی و فقیر مطلقاً وجود ندارد. در احکام عبادی هیچ گونه تفاوتی در میان فقیر و غنی وجود ندارد به جز مسئله اصل وجوب زکات. اصل وجوب زکات، کسی که غنی هست یعنی اموالش به اندازه یک سقفی رسیده معادل با 85 گرم طلای 24 آیار، از نظر شرعی بر این انسان زکات واجب است، اما بر فقیر زکات واجب نیست. غیر از این موارد دیگری که در واقع هستند از عبادات هیچ گونه تفاوتی در میان فقیر و غنی وجود نداره. درباره نماز هیچ تفاوتی وجود نداره، درباره روزه هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، درباره اصل حتی حج بعد از این که واجب شده باشه، یعنی کسی توانایی رفتن و برگشتن رو داشته باشه ولو این که صاحب زکات نباشه، صاحب زکات نیست اما توانایی رفتن به مکه و برگشتن رو داره، هیچ گونه تفاوتی نداره که میلیاردها پول داشته باشه یا فقط بتونه که خودش رو به مکه برسونه و برگردن، یعنی هزینه سفر رو در واقع داشته باشه. در هر دو صورت این دو نفر با هم دیگر هیچ گونه تفاوتی رو ندارن. پس بنابراین فقط تفاوتی که در میان غنی و فقیر وجود داره در اصل وجوب زکات هست که فقیر خب مالی رو نداره که زکات بده، نمیتونه این عبادت رو انجام بده، اما در بقیه احکام هیچ گونه تفاوتی در میان غنی و فقیر مطلقاً وجود نداره. من نمیدونم که این فتوا رو از کجا گرفتن، بر اساس چه مبنایی از قرآن و حدیث این چنین فتوایی رو، اگر واقعا چنین فتوایی رو دادند که تفاوت قائل شدن در میان غنی و فقیر، هیچ یکی از فقهای اسلام در طول تاریخ، من اینو عرض بکنم، هیچ یکی از مذاهب اهل سنت و الجماعت، هم از احناف و هم از غیر احناف، درباره این که صدقه فطر بر غنی چیزی دیگر هست و بر فقیر چیزی دیگر هست، این یک بحثی هست که هیچ یک از فقها، اهم از احناف و غیر احناف، کسی چنین فتوایی در طول تاریخ نداده. شاید برای ثبوت یک حکمی غنا را مثلا مانند زکات که من خدمت شما عرض کردم اصل در ثبوتش اون مورد رو در نظر داشته باشند که شخص غنی باشه، اما برای صدقه فطر مطلقاً چنین چیزی وجود نداره. و نکته دیگر که در اینجا جالب هست این است که صدقه فطر متفاوت با زکات هست، اصلا تفاوتی با زکات نداره. زکات در واقع سهم مال هست، زکات یک موردی هست که از خود مال گرفته میشه، اما صدقه فطر این برمیگرده به خود نفس، یعنی در قبال افراد پرداخت میشه، در قبال اموال نیست، چون که من اموال دارم، ثروتمند هستم، غنی هستم، پس بنابراین باید بیشتر بدم. این برمیگرده به تعداد نفوس، به تعداد نفوس، به خود شخص برمیگرده که رسول الله که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم در حدیث صحیح و صریحی که در این زمینه وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنند که فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر علی العبد والحر، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر او صاعا من شعير. این صراحتا رسول الله صلی الله علیه و آله در اینجا آورده که چه فرد آزاده باشه، چه برده باشه، چه مرد باشه، چه زن باشه، چه صغیر باشه، چه کبیر باشه، بر تمام اینها رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین کرده چه مقدار را؟ صاعا من تمر او من صاعا من شعیر، یک صاعی رو تعیین کرده رسول الله، یک پیمانه در مقابل هر یک از اینا، هم برای عبد و هم برای حر و هم برای در واقع زن و هم برای مرد و هم برای صغیر و هم برای کبیر، همه اینها اون مقداری رو که رسول الله تعیین کردن. در روایت اومده فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله فرض کرده یعنی تعیین کرده و مشخص کرده اون یک صاعی هست بدون
اینکه قید فقیر و غنی باشه، بلکه تمام افراد رو در اینجا ذکر کرده که چه برده باشه، آزاده باشه، زن باشه، مرد باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه. مقدار صدقه فطرش 1 صاع هست که میتونه این به اختیار خودش هست. 1 صاع از گندم میدهد هم جایز هست، از جو میدهد هم جایز هست، ذرت میدهد جایز هست، برنج میدهد جایز هست. هر یک از این اقلام که خودش انتخاب میکنه جایزه، هیچ گونه اشکالی رو نداره. و صاع هم بنابر تعیین به اصطلاح تبدیل به وزنش کردن این متفاوت هست، از 2 کیلو 100 گرم گرفته تا 2 کیلو 700 گرم یا احیانا بعضی بیشتر از 3 کیلو هم اینو تعیین کردن. اما من نظرم این است که بنابر احتیاط، من معتقدم که هر یک سای 2 کیلو 700 گرم هست، اما جنبه احتیاط رو هم که در نظر بگیریم همون 3 کیلوش رو حساب بکنیم، یعنی 3 کیلو، بله 3 کیلو از گندم باشه، 3 کیلو از جو باشه، ذرت باشه، برنج باشه، کفایت میکنه. و به هیچ عنوان حتی 3 کیلو برنج رو هم قیمتش به 40,000 نمیرسه. و اصل این تفریق و تفاوت بین غنی و بین فقیر هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی در هیچ کدام از مذاهب اهل سنت و الجماعت نداره. و صدقه فطر غنی و فقیر مساوی هست، معادل با 3 کیلوی گندم هست. اگر خودش رو بپردازه که بهتر هست، اگر واقعا مجال هست. اما متاسفانه این امروزه امکان پذیر نیست. مثلا شما به یک فقیر 3 کیلو گندم بده، میخواد اینا رو چیکار بکنه؟ در عوض اینو دنبال در مشقت انداختی، در زحمت انداختی. این بنده خدا باید بره دنبال آسیابی که آسیاب هم 3 کیلوی گندم رو میخواد چیکار بکنه. عملا این قابل استفاده نیست. بدین خاطر من معتقد هستم که فتوایی که عموم علما دادن امروزه برای اینکه جایز هست که قیمت اون مقدار رو، قیمت اون اقلام غذایی رو به فقیر در واقع بدهیم. خود این اقلام اگر واقعا مورد نیاز بود، در جای امکان پذیر بود که فقیر قبول بکنه 3 کیلو گندم، یعنی دردی رو براش دوا میکرد، جایزه. و اصل و اولا این هست که بدهند. مثلا برنج میتونن بدن، هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما اگر جای این به مصلحت فقیر نیست، میتونن بنابر فتوای عموم فقها قیمتش رو پرداخت بکنم. چیزی قیمتی که معادل 3 کیلو گرم گندم باشه، یا جو باشه، یا برنج، هر اقلامی رو که خودشون بیشتر استفاده میکنن از اون بدن، بدون تفاوتی که از در میان فقیر و غنی در نظر. Mm-hmm.